5 تا از کثیف‌ترین کشورهای دنیا. شماره 5 افغانستان. حرفت خیلی زشت بود. مثلا در ایران هم خیلی زیاد هست. حالا ما بیاییم بگویم 5 تا از نیترین کشورهای اولیش ایران نمیشه برو. جنگ ما میخیزه این طرف جنگ کنی میشه. باید میگفتی اگه هواش آلوده بود مردمش میمیرن، میگفتی 5 تا از کشورهایی که هواش آلوده است و مردمش زیاد مریض میشه. نمیشه بیایم کثیف‌ترین کشور. من بیام بگویم که نیترین کشورها اولی دم راستی اولش هم ایران ابانه به خاطر دنیا قضیات است که کل دنیا را کنیه. لطفا مراعات کنید اگه یوتیوبری، تیک تاکری، اینستاگرامری، نمیدونم کی، ولی لطفا ادب چی میگن، آداب سخن گفتن، آداب ما که یه کتاب داریم به اسم ادبیات فارسی، همونو بخون برار. اگه رقمی شخ ما تا شما رو نمیکشیم سوار رو، من سوار رو دیگه یه جور کلاگی رو نمیکشیم بقید از افغانستان.